سلام، خیلی خوش اومدیم به داستان دیگه از چنل خودتون. توی قسمت قبل از داستان گوچانگ با هم دیگه دیدیم که گوچانگ فرقه لینو به خاطر کاری که لین انجام داده بود میبخشه، اونا رو مجازات نمیکنه. اما در این حال توی یه برج خیلی بلند تعداد زیادی از آدمای سطح بالا اونجا جمع شده بودن. از قضا گوچانگ هم اونجا دعوت شده بودش و شاهزاده سرزمین مقدس جیالو با دیدن گوچانگ خیلی به هم میریزه. آخه اون همونی بود که برای رفیقش پاپوش درست کرده بود و کار کرده بود که اون مجبور به فرار بشه. اما خب گوچانگ بدون اینکه متوجه ماجرا بشه به همراه سوجینگه و جیوان به سمت تراس میره تا که از وقت باقی مونده استفاده کنه و منظره واقعا دیدنی که مقابلش بود و تماشا کنه. منظره‌ای که با دیدنش انگاری که روی 9 آسمون وایسادی و داری حکومت میکنی. واقعا اون کسی که اینجا رو ساخته بود یه هنرمند تمام عیار بودش، هنرمندی که باعث شده بود گوچانگ به وجه بیادش. انگاریم که جیوان از حس حال گوچانگ پشماش ریخته بود و داشت در مورد حس حالی که اون داره ازش میپرسی. و خب حال هوا و حسی که گوچانگ داشت مثل این بود که آدم بین زمین و آسمون قرار داشته باشه، یا اینکه اگه بدن یک انسان فانی رو یا یک در نظر بگیریم دنیای اطرافش حکم اقیانوس رو داره، اقیانوسی که به این بدن کمک میکنه که اون به ساحل برسه. با این حرفا گوچانگ باعث شده بود که دید جیهوان کلا به پرورش و این موضوع کاملا تغییر بکنه. انگاریم که گوچانگ میخواست اگه جیهوان دوست داره کاری کنه که قلمرو بالاتر رو هم بهش نشون بده. ولی خب جیهوان این پیشنهاد گوچانگ رو یه لطف بالا در نظر گرفته بود، لطفی که با کارایی که لینتیان انجام داده بود باعث شده بود که جیهوان خجالت زده بشه و کلا بدبخت فکر میکرد که اگه برادرش رو بیشتر کنترل کرده بود این اتفاق نمیافتاد. گوچانگ هم داشت دلاریش میداد و بهش میگفت که اگه همچنان احساس گناه میکنه میتونه براش یه کار انجام بده تا که اینطوری شاید احساس گناه اون آرومتر بشه. اون کار مراقبت بیوقفه جیهوان از جنازه برادرش بود، چون که گوچانگ معتقد بود که اون جنازه ممکنه که تسخیر شده باشه. در واقع توی قلمروهای بالاتر تکنیک‌های بیشماری وجود دارن که میشه به کمک اونا یک شخصی که مرده رو دوباره به زندگی برگردون و اگه اون شخصی که بدن لینتیان رو تسخیر کرده به یکی از این تکنیک‌ها مسلط باشه میتونه دوباره به زندگی برگرده. جیهوان هم با شنیدن این کلمات باد زده شده بود. باورش نمیشد که برادرش با اینکه خودش چک کرده بود و فهمیده بود که نبضش نمیزنه و خبر مرگشو خودش شخصا گزارش داده بود، بازم این احتمال وجود داشت که برادرش هنوزم زنده باشه و با این کار مرگشو جعل کرده باشه. اما خب خود گوچانگ بازم مطمئن نبود که لینتیان تسخیر شده باشه و صرفا این درخواست فقط به خاطر حواس جمعی بیشتر بودش، چون که اگه جیهوان با چشای خودش میدید که برادرش بازم زنده میشه و به زندگی برمیگرده، اون موقع رابطه این دو نفر کاملا شکراب میشد و ممکن بود که به آخر مسیرش هم برسه. پس تا اون موقع زنده بودن لینتیان حداقل یه کمی سود داشت. به هر حال یه خبر میاد که چند تا از شاگردای 8 شهر بازارگ اومدن تا که با گوچانگ ملاقات بکنن و گوچانگ هم با کمال میل ازشون میخواست که هرچه زودتر به ملاقاتش بیان و بعد چند دقیقه تعداد زیادی آدم صف بسته بودن تا که فقط با گوچانگ ملاقات بکنن. انگاریم که گوچانگ از رسم و رسوماتی که هر کدومشون جداگانه داشت اجرا میکرد خسته شده بود و ازشون میخواست که بدون رسم و رسوم کارشون رو انجام بدن. به هر حال انگاری که این یارو اول از همه داشت با گوچانگ صحبت میکرد و از ملاقات گوچانگ خیلی خرسند بودش و داشت ازش تا میتونه تعریف میکرد. در واقع این پسر یعنی یورا قدیس ماه مقدس بودش، یعنی یه مقام واقعا بالا و این رفتار به شدت خوب باعث شده بود که جیهوان پشماش بریزه، چون که اصلا باورش نمیشد همچین مقامای بالا ردی جلوی ارباب جوان اینقدر محترمانه داشتن رفتار میکردن. حتی بانوان مقدسی هم که اونجا حضور داشتن و ادعای مقام بالاشون میشد، با این حال در مقابل گوچانگ داشتن تمام تلاششون رو میکردن تا که بتونن نظر گوچانگ رو به خودشون جلب کنن. اما با این حال با این کارایی که اونا میکردن
بودن حتی روی گوچانگ ذره‌ای هم تاثیر نذاشته بود و رفتار گوچانگ نسبت به اونا کاملا یه رفتار سرد بودی. انگاریم که جیهوان احساس میکرد که ارباب جوان گوچانگ داره به اون اهمیت میده و نسبت به اون رفتارش خیلی صمیمی‌تر و مهربون‌تر شده. اما خب این حس و حال جیهوان از چشمای گوچانگ هم پنهان نبودیش، چون که سیستم بلافاصله بهش این رفتار رو گزارش میده، رفتاری که گوچانگ منتظرش بود و همه این اتفاقات باعث شده بود که ارزش بختش بالاتر از 300 تا بشه. در واقع پرورش گوچانگ از قبل توی قلمرو پایین‌تر عالی در نظر گرفته میشه، برای همین ارزش سرنوشتش رو نیاز داشت و باید اونو برای آینده ذخیره میکرد. ولی انگاری که میخواست یه کار خاص برای جیهوان انجام بده، چون که کلوچایی که قبلا جیهوان براش آورده بود یه رد خیلی عجیب از کیمیاگری داشت. به خاطر همین میخواست یه دفترچه راهنمای کیمیاگری رو براش بگیره که 100 تا از ارزش سرنوشتش رو باید به خاطرش میداد و به خیال خودش این کار باعث میشد که جیهوان نسبت به قبل رفتارش با گوچانگ خیلی بهتر بشه. اما یهایی به شکل خیلی عجیبی سیستم غیر فعال میشه و به جاش یه مأموریت خیلی فوری رو به گوچانگ نشون میده، مأموریتی که داخلش از گوچانگ خواسته شده بود برادر قسم خورده فرد منتخب و سرکوب کنی. پاداشش هم 500 ارزش سرنوشت بوده و از اونجایی هم که لینتیان در حال حاضر نمیتونست این کار انجام بده، احتمال زیاد باید کار یچین می بود و خب غیر ممکنم نبودش که لحظه فرار با یکی 2 تا فرد قدرتمندم آشنا شده باشه، افرادی که احتمال خیلی زیاد توی همین اتاق قرار داشتن. و خب گوچانگ برای اینکه مطمئن بشه کیا یچین رو میشناسن، خیلی‌های اتفاقی از چوژوان در مورد یچین میپرسید، در مورد اینکه آیا اون تونسته اونو اینجا پیداش کنه یا که اصلا تونسته ردی ازش بگیره. در واقع برنامه اصلا پیدا کردن یچین نبودش، به خاطر همین چوژوان بدبخت ریده بود به خودشو، نمیدونست که چی جواب ارباب جوان بده و این صحبت ها باعث شده بود که جمعیت در مورد یچین کنجکاو بشن، مخصوصا اینکه یهایی گوچانگ اسم کسی که ازش متنفر بود و جلوشون برده بود. اما خب همه کس در مورد یچین سوال نمیپرسیدن، یکی بود که اونو خیلی خوب میشناخت و الان از این کار گوچانگ به شدت عصبانی بودی. انگاریم که یورا در مورد این اسم کنجکاو بودش و انگاریم که از قبل یه جا شنیده بودیش و با یه نگاه به شاهزاده مقدس سرزمین جیالو خیلی بلند در مورد اینکه اون با یه شخص از سرزمین‌های شرقی ملاقات کرده ها. اون شخص هم یچین نام داشته. بدبخت شاهزاده مقدس جیالو هم ریده بود به خودش، نمیدونست که چی بگه. آخه الان یورا احمق اونو توی یه وضعیت خیلی خطرناک قرار داده بود. ممکن بود که ارباب جوان هر چیزی از اون بخواد و اگه ازش میخواست که یچین رو تحویل بده اون باید چی کار میکرد. ولی این ماجرا برای گوچانگ خیلی جالب و جذاب شده بود، به خاطر همین میخواست که یه بار دیگه اسم اون شخص واضح بهش بگن. بعد این درخواست گوچانگ یه سکوت خیلی وحشتناک و کشنده کل اتاق فرا میگیره. جین یانگ مونده بودش، آدمای اطرافش نمیدونست که چی بگه. هر صحبت اشتباه اون تبعات خیلی سنگینی براش داشت. ولی خب گوچانگ بازم ازش میپرسید و اگه اون جواب نمیداد به این معنی بودش که اون شخص با یچین هستش. ولی خب جین یانگ با خونسردی کامل به گوچانگ جواب سر بالا میده و به گوچانگ میگفت که اگه اون در مورد شخصی که دنبالش میگرده بتونه توصیفات بهتری رو براش بکنه، اونم میتونه توی پیدا کردنش به ارباب جوان کمک کنه. اما یهایی کل فضا با یه انرژی سنگین و وحشتناک پر میشه، انرژی که حتی از دورم دیده میشه. انگاری که گوچانگ به شدت عصبانی بوده، به هیچ وجه دوست نداشت که جین یانگ اونو بپیچونه. به خاطر همین ازش میخواست که با بله و خیر جواب بده. آیا گوچانگ اشتباه میکرد؟ آیا اون شخص یچین بودش یا نه؟ این سوالی بود که جین یانگ باید خیلی سریع بهش جواب میداد. و خب حال گوچانگ باعث شده بود که همه افراد اون سالن به نفس بیفتن. هیچ کس باورش نمیشد که حال ارباب جوان اینقدر غالب باشه. و خب بیشتر از همه یورا ترسیده بود، چون که فکر میکرد به خاطر این صحبت‌های بی‌پروای اون و خودمونی شدنش با گوچانگ باعث شده که یه سری حرفا از ذهنش بپره و اگه جین یانگ با اون یارو یچین دمخور شده باشه، باش بده بسونی داشته باشه، این یعنی یورا رو هم به خاطر داشتن اطلاعات بالاش از یچین مجازات کنه. ولی مثل اینکه جین یانگ با اینکه پاش مثل چی میلرزیدن به زور روی پاش وایساده بود،
تایید میکرد که یه برادر قسم خورده به اسم یچین داره. گوچانگ فوراً ازش میخواست مکانی که یچین داخلش هست و بهش بده و این سال همون سالی بود که جین یانگ مثل چی ازش میترسید. حالا اون قرار بود که جایی که برادر قسم خوردهش اونجا قایم شده بود و لو بده، اونم به دشمن قسم خورده برادرش. به خاطر همین با ترس و لرز این درخواست گوچانگ رو رد میکرد. یه یورا هم تا که میفهمه درخواست ارباب جوان توسط جین یانگ رد میشه دیوونه میشد، داشت تا فوش آبدار به جین یانگ میداد، چون که اگه این اطلاعاتو به ارباب جوان نمیداد با اون سطح انرژی و قدرتی که ارباب جوان داشت میتونست به راحتی همشونو مجازات کنه، مخصوصا یه یورا رو که دوست نزدیک جین یانگ بوده. به خاطر همین از ارباب جوان میخواست که یه کمی بهش فرصت بده، چون که معتقد بود جین یانگ توسط یچین فریب خورده، فقط یکم زمان میخواد تا که به خودش بیاد. ولی خب جین یانگ با صدای بلند از یورا میخواست که خفه خون بگیره و اون هیچ ربطی نداشت، نمیتونست در مورد برادر قسم خوردهش این چرندیاتو بگه و اگه بخواد همینطوری به حرفاش ادامه بده توی همین سالن جلوی چش همه میزنه و اونو لط و پارش میکنه. در مورد ارباب جوانم میگفت که احتمال زیاد با برادر قسم خوردهش به یه مشکلاتی خورده باشن که امیدوار بود این مشکلات همگی سوء تفاهم باشه و همینجا کاملا حل بشه. ولی خب گوچانگ از این همه بی‌احترامی که بهش شده بود خونش به جوش اومده بود. سوء تفاهم بودن یا نبودن این موضوع ذره به جین یانگ ربط نداشت. به خاطر همین گوچانگ کاری میکنه که جین یانگ زیر اون همه فشاری که بهش وارد میشد به زانو در بیاد، فشاری واقعا وحشتناک که حتی نمیتونست روی پاهاش وایسه، به زور حتی به این حالت تونسته بود خودشو نگه داره. همه آدمای اطرافش هم وحشت زده شده بودن. آخه اونجا داشت چه اتفاقی میافتاد که یه شخص ناشناس وارد ماجرا میشه، از ارباب جوان میخواست که جین یانگ رو ببخشه، انگاری هم که محافظش بود و داشت همه کار میکرد که ارباب جوان از جونش بگذره. ولی خب گوچانگ با یه نگاه سرد و بیرو مینگ پیر رو صدا میزنه. مینگ پیرم کمتر از چند ثانیه فوراً به اونجا میاد. همه آدمای اونجا هم تا که میبینن مینگ پیر فوراً به درخواست گوچانگ به اونجا میادش و با احترام بی نهایت زیادی با گوچانگ رفتار میکنه. دیگه کلکا پرشون میریزه، نمیدونستن که اونجا داره چه اتفاقی میفته. آخه اون شخص چند هزار سال پیش عروج کرده بودی و الان تبدیل شده بود به زیر دست ارباب جوان. دستوری هم که گوچانگ صادر کرده بود یه دستور واقعا وحشتناک بودش. گوچانگ از مینگ پیر میخواست که سرزمین مقدس جیالو رو کاملا نابود کنه تا فردا صبح دیگه نباید چیزی به اسم سرزمین های مقدس جیالو وجود میداشت. مینگ پیرم بدون هیچ چون و چرایی یا خیم سریع از دستور گوچانگ اطاعت میکنه، دستوری که مرگ تعداد زیادی انسان رو در بر میگیره و این موضوع باعث شده بود که افراد حال حاضر اون سالن برینم به خودشون، متوجه شده بودن که هر قدم اشتباه ممکنه که به قیمت نابودی سرزمینشون تموم بشه. مینگ پیرم دیگه از اونجا رفته بودش، سرزمین جیالو دیگه سرزمین کاملا نابود شده در نظر گرفته میشه. حتی سوجینگ و جیوان هم از این تصمیم گوچانگ حیرت زده شده بودن. آن فقط با گفتن یه جمله سرنوشت یه سرزمین مقدس رو رقم زد و سیستم به طرز عجیبی 40% پاداش گوچانگ رو افزایش داده بود، به خاطر اینکه گوچانگ موفق شده بود که مأموریت رو خیلی بی‌نقص انجام بده. و اما سمت سرزمین مقدس جیالو ارباب مقدس اون سرزمین ریده بود به خودش، داشت آسمون رو نگاه میکرد، انگاری که یه اتفاق خیلی وحشتناک داشت براشون میافتاد. یه سایه کل اون سرزمین رو در بر گرفته بودش. اون سایه یه دست بود، دستی که داشت روی اون سرزمین فرود می اومد و با هر بار نزدیک شدنش گوله های بزرگی از آتیش داشتن به اون سرزمین هم نزدیک می شدن و برخورد می کردن. و اما سمت کلبه درب و داغون انگاری که یچین اونجا بودش و خیلی هم ناراحت بودش، به شکلی که از چشماش داشت اشک می اومد. مثل اینم که توی دستش یه سکه قرار داشت، سکه‌ای که از وسط به دو نیم تقسیم شده بود. انگاریم که این سکه به پیمان با برادرش یه ربطی داشت.
و نابود شدنش نشون میداد که یه بلاهایی سر برادرش یا که سرزمینش اومده. اما توی همین حین که یچین ناراحت بودش، استاد شیهای از حلقه خارج میشه و ازش میخواست که اگه هر فکری توی سرش هست فعلا اونو عقب بندازه، نباید احساسی تصمیم بگیره. احساسی تصمیم گرفتن باعث میشه که همه کار خراب بشه. ولی یچین دیگه تصمیمشو گرفته بود و به اندازه کافی هم صبر کرده بود. اون میخواست که گوچانگ رو بکشه و برای این کار به سلاح‌های خاصی نیاز داشت. سلاح‌هایی که توی قلمرو مخفی و باستانی تیانیوان قرار داده شده بود. سلاح‌هایی که اگه اونا رو داشته باشه به احتمال خیلی زیاد میتونه یه برتری فوق‌العاده وحشتناک نسبت به گوچانگ داشته باشه. به هر حال مدتی هم میگذره ها، انگاری که جیهوان از وقتی که از قبیله ستاره نوازنده برگشته بودن حتی یک کلمه هم صحبت نکرده بود. انگاری هم که از رفتاری که اونجا گوچانگ کرده بود به شدت ترسیده بودش. ولی خب اینو میدونست که گوچانگ نسبت به اون و قبیله‌اش خیلی مهربونتر رفتار کرده و این یه گیجی رو توی جیهوان به وجود آورده بود و گوچانگ متوجه این موضوع شده بودش. به خاطر همین برای عذرخواهی همون کتاب راهنمای کیمیاگری مبتدی رو به جیهوان میده تا که اینطوری از دلش در بیاره. جیهوان هم تا که کتابو میبینه حیرت زده میشه. آخه این دقیقا همون چیزی بود که اون میخواستش و خیلی وقت بود نتونسته بود که همچین چیزی رو پیدا بکنه. اما این وسط انگاری که سوجینگه داشت حسودی میکرد و از ارباب جوان میخواست که برای عذرخواهی به اونم یه چیزی بده، چون که اونم از این رفتار ارباب جوان به شدت ترسیده بود. اما خب گوچانگ بی تفاوت داشت در کنار جیهوان قدم میزد و همین باعث شده بود که سوجینگه هم حسودی کنه هم کفری بشه بدبخت. به هر حال از این ماجرا 3 روز میگذره ها، انگاری که چند نفر رفته بودن پیش خانواده لی و اصرار داشتن که با رئیس خانواده صحبت بکنن و انگاری هم که همه چیز اونطوری که میخواستن داشت خیلی خوب پیش میرفت. جیهوان هم اونجا بودش و انگاریم که بدبخت ذهنش خیلی درگیر گوچانگ بودش، چون که اون با چشمای خودش دید افرادی که ارباب جوان رو زیر سوال میبردن چه بلایی به سرشون میومد و اینکه هنوزم قبیله لین پابرجا هستش و مثل سرزمین‌های مقدس جیالو نابود نشده، این احتمال بیشترش میکرد که واقعا ذهن برادرش توسط یه شخص دیگه ممکنه که مسموم و تسخیر شده باشه، وگرنه اگه غیر این بود حتما قبیله اونا هم نابود میشد. ولی خب جایی که بدن بیجون لینتیان اونجا نگهداری میشد، یهایی انگشتاش شروع به حرکت میکنن و کمتر از چند دقیقه بدن لینتیان جون میگیره میشینه. خب مرسی که تا پایان این قسمت از ماجراهای گوچانگ با من همراه بودی. حالا توی قسمت بعد قرار چه اتفاقایی بیفتی؟ گوچانگ قراره که با لینتیان چیکار بکنه و لینتیان در مقابلش با گوچانگ چیکار میکنه رو و کلا چه اتفاقایی میفته رو با هم دیگه توی قسمت بعد خواهیم دید. و مرسی که تا اینجا با لایک ها و سابسکرایب هاتون و کامنت هاتون از چنل خودتون حمایت کردی. تا داستان بعدی و قسمت بعدی فعلا بدرود.